و خب بیایید اکنون یک سوالی دیگر اینجا اومده رسیده است، بسیار سوالی که جواب میخواهد. به تشکیلات های خیریه فطری روزه دادن ممکن است سوال دادن، چون بعضی انسان ها مسکین را پیدا کرده نمیتوانند. اصلا اگر دولت اسلامی باشد، طبق شریعت عمل کند، باید راهبری دولت شخصیت های را برای چیندن زکات و جمع آن و تقسیمات زکات وظیفه دار کند. برای چی؟ در این حالت یعنی زکات به مردم به درجه عجایب تقسیم میشه، چخیلی که شریعت امر کرده است. فقیر، ما به فقیر از زکات حاجت یک ساله اش را میدهیم. یعنی یک فقیر شخصی که چیزی ندارد. به فقیر مثلا فقیر یک مرد هست، زنش هست، همسرش، یک کودکش هست، 3 نفر. فرزند به اینها در یک ماه 1000 سومون صرف و خراجات زندگی دارند، یا 1000 سومون گوییم. برای این چند پول زکات میدیم؟ 12000 سومون زکات میدیم. وقتی که ما 12000 سومون زکات میدیم، تا سال آینده این انسان یعنی به خود پول و مال کفایتی دارد. یعنی 1000 سومونی باشد که مثلا اگر من مثال آورد دیم، به دارو که در یک ماه انسان احتمال است که دارو خرد، طعام خرد، در 6 ماه یک مرتبه باید انسان لباس خرد مثلا. همین چیزها رو رعایت کرده شود. یعنی حاجت اصلی، حاجت هست، حاجیات هست، بعد ضروریات هست، بعد مکملات هست. مثال به حاجیات میدارد طعام، نان مثلا، یا برنج. به حاجیات میدارد علاقه همراهی مثلا. ضروریات به میدارد مثلا ضرورترین، بعد ضرورترین گوشت. بی گوشت هم زندگی میشد، لیکن آدم حاجت دارد گوشت برای خوردن گوشت. این به حاجیات طبقه دوم. بعد اون مکملات مثلا خورش های گوناگون، میوه های گوناگون، اینها مکملات هست علاقه الهوگی. ما فقط در زکات ضرورات و حاجیات را میگیریم. برای مثلا حاجیات و ضروراتش در 1 سال زکات میدیم. یک انسان مسکین است، درآمد دارد ولی برآمدش که موافق نیست. 1000 سومون درآمد دارد، 2000 سومون برآمد دارد. خب برای این هم 1000 سومون در یک ماه کفایتی نمیکرده است. ما برای این 12000 سومون زکات میدیم تا اینکه 1 سال این دیگر در تشویش نباشد. دین مقدس اسلام بهترین دین، مکملترین دین هست. میده ترین حاجت انسان و میده ترین ضروریات انسان را رعایت کرده است. بهترین دین است. بنابراین در مسکین، فقیر، انا همین گونه مکمل می شود. یعنی مکمل صدقه و زکات می دهیم. اگر فرض کردیم این گونه عینی حال چنان که شما گفتید متاسفانه نیست و ما نمیتونیم اون به تشکیلات آیا پول داده می شود؟ بله، به تشکیلات پول داده می شود. برای چی؟ برای آنکه اگر تشکیلات طبق شریعت عمل کند، علی الخصوص الله تعالی میگه و تعاونوا علی البر و التقوا، در کارهای خیر و در کارهای تقوا همدیگر را دستگیری کنید. اگر تشکیلات خیریه طبق شریعت عمل کند، از مردم زکات را جمع کند، خواست زکات فطر، خواست دیگر گونه زکات ها را، بعد به سزاوارانش در وقتش ادا کند، خیانت نکند. این جمعیت ها از کدام جهت خوب است؟ مثلا اگر همین جمعیت در داخل یک شهر باشد، باید در دست اینها روی خطی تمام فقیرها علاهیده، مسکینها علاهیده، قرضدارها علاهیده، عاملهای زکات، یعنی که آنهایی که به جمع و تقسیم زکات مشغول هستند، آنهایی که زکات میگیرند باشد. فی سبیل الله، شخصیت هایی که برای دین مقدس اسلام خدمت میکنند. این زکات برای دین است، برای دیندارها هست و برای مسلمان های محتاج و برای شخصیت هایی که مسلمان ها به آنها محتاج هستند. یعنی به 2 گروه آدم ها داده میشه. اگر تقسیماتی کلام کنید. علاوه بر همین سوال، آنهایی که در این تشکیلات کار میکنند میتوانند از آن مقداری که از دیگران جمع میکنند به خودشان مزد کاری گیرند؟ اگر زکات باشد، بله، از زکات والعاملین علیها الله تعالی گفت که این چنین آنهایی که
عامل زکات هستند. یعنی اونها دیگه کسب و کار ندارند، فقط سالش 12 ماه میخیزند رفته زکات های مردم رو از دوردست و از ناحیه های نزدیک و دوردست جمع کرده می آیند، بعد به سزاوارش میدهند. یعنی همین در سنت بود همین گونه بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم که در حدیثی بخاری مسلم اومده است، حضرت عمر رو به جمع صدقه فرستانیدند. حضرت معاذ رو وقتی که به یمن فرستاندن گفتن که رفته مردم رو امری به زکات کن، وقتی که زکات ها رو میگیری قیمت ترین مال های آنها رو نگیر و از دعای شخصی مظلوم بترس. این بود. و بعد از این حضرت ابوبکر رضی الله، چون که اصل در این باره چی است؟ سخن الله تعالی است: خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم. ای پیامبر، از مسلمان ها یعنی از بای های آنها صدقه را بگیر، تو تطهیرهم مال آنها را پاک میکند، تو زکیهم مال آنها را میسبزاند، و صلی علیه و در حق آنها دعا کن. گیرو به شخص های کم بغل، یعنی که 8 جایی که الله تعالی تقسیم کرد و آن جاها تقسیم